سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فراز قروی هستم، مدیر آکادمی و آموزش کارگاه تو. از زمانی که قابلیت دستیار هوشمند پلتفرم کارگاه تو رو معرفی کردیم تا امروز نظرات و پیشنهادات بسیار زیادی رو از شما عزیزان دریافت کردیم که همشون جهت بهبود این دستیار هوشمند بودن. در ویدیوی امروز میخوایم از نسخه ارتقا یافته این دستیار هوشمند رو نمایی کنیم. در ادامه ویدیو با من همراه باشید تا قابلیت‌هایی که بهش اضافه شده رو با هم بررسی کنیم. برای شروع کار با دستیار هوشمند پلتفرم کارگاه تو، بعد از اینکه وارد حساب کاربری خودمون شدیم، وارد صفحه اصلی میشیم و بعد گزینه دستیار هوشمند رو کلیک میکنیم تا به محیط چت محورش منتقل بشیم. اولین تغییری که توی دستیار هوشمند کارگاه تو ایجاد شده در واقع این هستش که توی نسخه اولیه کاربر حتما باید اون کلمه یا عبارتی رو که وارد میکرد هم املاش صحیح می بود، هم در واقع هیچ غلط تایپی نباید وجود می داشت و اگر سهواً حرفی رو کاربر حالا مثلا به دلیل اینکه بگیم سریعا تایپ میکرد از قلم مینداخت، اصلا این دستیار هوشمند متوجه منظور کاربر نمیشد و نمیتونست خوب راهنمایی کنه. ولی این ایراد الان دیگه برطرف شده. من یه مثالی رو اینجا میارم. به عنوان مثال کانبان رو من عمدن براش یه غلط تایپی در نظر میگیرم. همونطور که ملاحظه میکنین کاملا دستیار هوشمند متوجه شد منظور ما کانبان بوده، توضیحاتش رو ارائه کرد و کاربر رو اینجا بهتر راهنمایی میکنه. یه مورد دیگه از غلط‌های املایی به عنوان مثال، حالا من اینجا هم غلط املایی هم غلط تایپی رو با هم ادغام میکنم. همونطور که مجددا ملاحظه میکنید به صورت صحیح تشخیص داد که نمودار گانت مد نظر ما بوده و بدین ترتیب این میشه اولین ارتقایی که دستیار هوشمند پیدا کرده. دومین مورد مربوط به همین لینکی میشه که دستیار هوشمند برای کاربر فراهم میکنه. اگر من روی این کلیک بکنم دقیقا من رو به صفحه داخل همون پلتفرم کارگاه تو منتقل میکنه که مرتبط با اون مطلب یا مطالبی بوده که از اون دستیار هوشمند سوال کردم، که حالا من این آخرین مورد نمودار گانت بوده و دقیقا به قسمت اون ساختار شکست من رو منتقل کرد. مطلب بعدی پشتیبانی از حالت فینگلیشه که خب برای افرادی که دسترسی به در واقع کیبورد فارسی ندارن و یا بنا به عادت میخوان از حالت فینگلیش استفاده کنن، تایپ کنن، یعنی در واقع کلمات یا جملات فارسی رو با حروف انگلیسی بنویسن، تا قبل این دستیار هوشمند کارگاه تو قابل استفاده نبود، ولی الان این محدودیت هم برطرف شده. به عنوان مثال من اینجا میارم که این سوال رو که کانبان اصلا چیه ازش میپرسم، کاملا متوجه منظور کاربر میشه و میتونه بازم راهنمایی خوبی در این زمینه ارائه بده. نکته بعدی که برای در واقع نسخه بهبود یافته این دستیار هوشمند در نظر گرفته شده حافظه چت هست که در واقع مطالبی که کاربر ازش میپرسه یا حالا خودش پاسخهایی که به کاربر میده رو توی حافظهش ذخیره میکنه و این باعث میشه که پاسخهاش در آینده هم پیوسته‌تر
و هم شخصی سازی تر باشن برای کاربر که این یه نکته بسیار جذابیه، میتونه برای پروژه ها بسیار کارآمد باشه. قابلیت دیگه استفاده از در واقع این امکان معرفی کل امکانات و قابلیت های پلتفرم کارگاه توه که برای کاربرانی که اولین باری هست که وارد سامانه ما میشن و فرض کنیم تا الان هیچ کدوم از ویدیوهای آموزشی ما رو ندیدن، میتونه بسیار مفید باشه. من اینجا کافیه واژه امکانات رو وارد کنم و مهلت پردازش رو بهش بدم که بتونه از امکانات کارگاه تو یه معرفی داشته باشه. همونطوری که اینجا میبینیم میاره که سامانه کارگاه تو امکانات و ماژول‌های گوناگونی داره، مثل نمودار گانت، چکلیستا، فرمساز، قراردادها، نقشه‌ها و حالا قسمت‌های دیگه که هر کدوم رو هم موردی کاربر بخواد اطلاعات بیشتر راجبش کسب کنه میتونه همون واژه رو وارد کنه و به هر حال این دستگاه هوشمند توضیحاتش رو ارائه بده. آخرین امکانی هم که اضافه شده این دکمه بازگشت توی این بالا سمت چپه که اگر من روی این قسمت کلیک کنم به صفحه اصلی خود سامانه برمیگردیم. منتظر دریافت پیشنهادات، انتقادات و طرح‌های شما عزیزان در خصوص استفاده از دستیار هوشمند کارگاه تو هستیم. حتما تجربه خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. تمام امکاناتی رو که ما به این دستیار هوشمند اضافه کردیم همونطور که اول ویدیو هم خدمتتون گفتم مطابق با نظرات و طرح‌های شما کاربران محترم بوده. بنابراین در آینده هم ما رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.